خب سلام عرض میکنم به بینندگان و همچنین شنوندگان. همه ما میدونیم مسئله کوبانی یک مسئله بسیار حادیه و کردها در اونجا دارن مقاومت میکنن، زن و مرد. به هر حال کردها در 100 سال گذشته همیشه تحت سرکوب بودن و مبارزاتشون به شکل مختلف ادامه دادن و امروز هم به اصطلاح ثقل مبارزشون در کوبانی متمرکز شده. ولی حالا من بحثم هم امروز در مورد کوبانی هست که به هر حال این به کجا میرسه، ارزیابی من چی هست. عنوان این بحث رو گذاشتم کوبانی در میان 3 دشمن، ترکیه، آمریکا و بارزانی. هر سه اینا یک کردستان مستقل، یک به خصوص از نوعی که خودگردانی داشته باشن در شمال سوریه بر نمیتابن. اصلا با سیاست های این 3 جور در نمیاد. و برای که بدونین قبل از تقریبا 6 ماه پیش، 1 سال پیش در حقیقت 1 سال پیش وقتی حزب اتحاد دموکراتیک چنین خودمختاری هایی رو تشکیل داد، بارزانی یک نیروی مجهزی تربیت کرد، آماده کرد که با کمک ترکیه بیان و جنبش رو در کوبانی و سایر شهرها سرکوب کنن. یعنی این مثلا الان نیست، 1 سال پیش میخواستن بیان این کار کنن با کمک ترکیه و آمریکا موافق بود. آمریکا بدتره، یعنی آمریکا اصلا خواستار چنین چیزی نیست. حالا این 3 نیرو هر کدوم به شکلی با همدیگه تبانی میکنن، با همدیگه همکاری میکنن که بتونن یا به شکل مسالمت آمیز کوبانی رو از درون این قلعه رو اشغال کنن، یا آنچنان فرسوده شون کنن که تسلیم بشن، و یا اصلا مثل ترکیه دیروز یه بهانه کرد که نمیدونم گلوله اومده این طرف و کلی شهرها وسط شهر کوبانی رو گلوله باران کرد. این وضع الان ادامه داره. ولی ببینیم خود این کردها که در حال حاضر دست به این کار زدن چه موقعیتی دارن، یعنی چقدر وزنه سیاسی هستن، وزنه اجتماعی و اقتصادی هستن که به اصطلاح اپوزیسیون سوریه و یا آمریکا، ترکیه و بارزانی رو اینا حساب کنه. تقریبا کردها از قبل از حوادث موجود، یعنی از سال 2007 به بعد 10 تا حزب داشتن. از این 10 تا حزب 1-2 تاش مستقل بود، وابسته به PKK بود، ولی بقیهشون طرفدار بارزانی بودن. تا اینکه به هر حال زمان گذشت و مجلس ملی سوریه که در حقیقت آمریکا و ترکیه تو ترکیه تشکیلش دادن و اخوان المسلمین بودن و یک سری سایر نیروهای به اصطلاح سوریه‌ای که به نظر من وابسته به آمریکا و وابسته به ترکیه و الی آخر بودن، یه جلسه تشکیل دادن که اولین جلسه شون بود 2011 که برهان قلیون رو به ریاست انتخاب کردن که آخریش هم جورج صبرا هست که الان هست. حدوداً در اون زمان 7 تا حزب کردی شرکت کرد، 7 تا از جمله حزب اتحاد دموکراتیک. خود شرکت 7 تا حزب با 7 نام دلیل ضعف بود. کردها میبایست تحت یک نام و تحت یک به اصطلاح هیئت هماهنگی رهبری کننده وارد میشدن. به هر حال در درون مجلس ملی سوریه به توافق نرسیدن، چون اون مجلس ملی از اخوان المسلمین و سایر عربهای طرفدار ترکیه و متعصب بودن و کلا ملت کرد یا حقوق کرد رو به طور کلی به رسمیت نمیشناسن و معتقدن سوریه کشور عربیه و کرد نمیتونه درش باشه به عنوان یک جریان قدرتمند و مستقل. لذا در اومدن و تنها بودن به هر حال تا اوضاع به اصطلاح بحرانی تر شد
و در مرحله دولت سوریه به اینا امکان داد، گفت شما میتونین بدون دخالت دولت مرکزی یه سری برنامه برای خودتون اداره کنین، به اصطلاح اجرا کنین، ولی کردستان رو به ترکیه یا به جهادیا یا به اصطلاح جریان نصرت و یا ارتش آزاد سوریه تحویل ندین. اینا هم قبول کردن و اومدن بعد از مدتی همین جمهوریای خودمختار رو تشکیل دادن، خودگردان. خب ما به نظر من ما در این عصر که اوج شدت مبارزه در حقیقت قدرت‌های سرمایه هست، یعنی الان ما سرمایه، تضادهای سرمایه‌داری در جهان یا به اصطلاح تأثیر سرمایه بر جهان به اونجا رسیده که اون چیزی در سوریه میگذره فوراً رو کوبانی، فوراً رو اوکراین تأثیر میذاره، فوراً اون که در لیبی اتفاق میفته فوراً در کشورهای دیگه. به هر حال این چیزا همه به هم ارتباط داره، به ایران ارتباط داره، به روسیه ارتباط داره، به هر حال چین و هند و اینا همون کشورهای بریکس ارتباط داره. حالا در این وسط اگر یه عده‌ای بخوان فرض کن در کردستان تو یک نوار مرزی ضعیف دولت خودمختار تشکیل بدن، اونم چیزی شبیه یک چیز سوسیالیستی، امکان نداره بپذیرن. نه ترکیه نه بارزانی، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن بپذیرن و به هر حال مخالفت اینا هم آغاز شد. یعنی مخالفتشون آنقدر چیز شد، فشار رو اینا زیاد شد که اینا بعد از مدتی اومدن یک تشکیلاتی درست کردن به نام برکان الفرات، آتش فشان فرات. فرات کلن به منطقه‌ای گفته میشه که کردهای سوریه درش قرار دارن. رودخانه فرات از اونجا میگذره میاد، بعد از کردستان عراق میگذره میاد وارد سوریه میگذره میاد عراق. و متاسفانه این اتحاد رو با کمک ارتش آزاد سوریه و نیروهای جهادی دیگه که من یک مقاله نوشتم تحت عنوان ترجمه کردم از خانم نیکولا رهبانی، هست تو سایت ها هست، با اینا اتحاد تشکیل دادن. اتحادی که با اینا تشکیل دادن در حقیقت اتحاد نبود، چون پشت سر جبهه نصره و ارتش آزاد سوریه آمریکا و عربستان و ترکیه و بارزانی بودن و اینا خیلی راحت میتونستن برکان الفرات رو قورت بدن یا فشار روش بذارن. با وجود این حالا اینا از اینکه از یه طرف از دولت سوریه بریده بودن، از یه طرف خودشون نیرو و اون توان اتحادی نداشتن در حقیقت بین خودشون. همونجوری که گفتم عمدتاً وابسته به بارزانی بودن. بارزانی هم سیاست‌های خودش رو که در همکاری با دولت ترکیه بود اعمال میکرد. در این حال اینم بگم که ترکیه یه عده زیادی به اصطلاح پیشمرگه که قرار در خدمت ارتش آزاد سوریه قرار بگیرن در کردستان عراق تربیت کرده و در حقیقت بارزانی مطلقاً با ترکیه همکاری میکنه و حالا اینا وقتی رفتن تو با ارتش آزاد سوریه و جهادی‌ها در حقیقت خودشون رو خلع سلاح کردن در مقابل اونا و در این حالی خب سوریه هم دیگه نداشتن، خودشون هم تنها بودن، ولی اونا هم زیاد فشاری رو اینا نیاوردن ابتدا تا الان که مسئله حادتر شده و به اصطلاح چیزه. الان مسئله به این دلیل حاد شده که بین ترکیه و به اصطلاح آمریکا اختلاف بروز کرده. چه اختلافی؟ ببین آمریکا در حال حاضر هدفش اینه که با به اصطلاح چهره کمک و حقوق بشری نشون دادن با کردهای کردستان سوریه
ترکیه نه، کردای سوریه و عراق رو بیاره تو یک اتحاد زیر نظر بارزانی و از اونا به عنوان یک به اصطلاح اهرمی بر علیه دولت سوریه و به خاطر پیشبرد سیاست‌های خاورمیانه بزرگ استفاده کنه. یعنی آمریکا در حقیقت اون هدفی که از حمله به عراق و در دوره گذشته نرسید، الان میخواد این بار با کمک کردها پیش ببره. در حقیقت این که آمریکا اختلافش با ترکیه، حالا میگم چیه، ترکیه اجازه نداد که پایگاه انجلیک مورد استفاده آمریکایی‌ها برای ارسال کمک قرار بگیره. لذا آمریکا اینو با هواپیماهای 330 باری از بالا ریخت تو شهر کوبانی. در این حال ترکیه این روزا بر شدت تهاجمات خودش بر علیه کوبانی افزود که به هر حال حالا همه در این حال این خط رو دنبال میکنن که در این حالی که هم به کوبانی کمک میکنن هم حمله واقعی رو نمیکنن که بر کوبانی تسلط پیدا کنن، این وضع دارن این خط کار میکنن که به یک توافقاتی برسن. اختلاف ترکیه یکیش اینه که همونجوری که گفتم آمریکا میخواد کردها رو در خط سیاست‌های خاورمیانه خودش قرار بده. ترکیه این هدف داره ولی با دید دیگه. ترکیه در حقیقت میخواد استراتژی مثل احمد داوود اغلو تسلط بر کشورهای عربیه که ابتدا خواست از طریق اخوان المسلمین انجام بده، با کمک آمریکا سالهای گذشته نشد. الان ترکیه میخواد یک منطقه پرواز ممنوع درست کنه که هم سوری هایی که پناهنده شدن تو خاک خودش که نزدیک 1.5 میلیونه بیاره تو خاک سوریه و هم مخالفان دولت سوریه رو بیاره تو خاک سوریه و دولتی تشکیل بده که بتونه از اونجا حرکت کنه به طرف اشغال دمشق. در حقیقت ترکا از همون بعد از جنگ جهانی اول و یا از سالهای 1936 که سوریه مستقل شد حاضر نبودن شام رو بدن. یعنی میخواستن برای حلب، در حقیقت میخواستن حلب وابسته به خودشون باشه، چون به لحاظ تجارتی و صنعت و صنایع دستی و به اساس توریسم حلب بر استانبول سایه انداخته. یا الان هم این وضع وجود داره، نه الان که خراب شده، ولی ترک‌ها هدف اصلیشون همیشه این بوده که یک روزی حلب رو خودشون بگیرن. الان هدفشون اینه که با گرفتن یک منطقه پرواز ممنوع، همین که حلب بگیرن و همین که دولت در تبعید تشکیل بدن از مخالفین و حمله کنن به کل سوریه و از اونجا به سایر کشورهای عربی، که اون به اصطلاح اهداف استراتژیک ترکیه که داوود اغلو تنظیم کرده، برنامه ریزی کرده تحت عنوان به هر حال برادری و دوستی با کشورهای عربی، ولی خب سیاست عثمانی های گذشته است، اون خط رو دنبال کنن. خب ترکیه اینجا بارزانی رو داره. آخرین به اصطلاح توافقاتی که بین بارزانی و ترکیه شد و اینکه بارزانی در ماه‌های گذشته از طرف کردهای عراق زیر فشار بود که به کوبانی کمک کنه، ولی بارزانی از قبل خودش رو آماده کرده بود که بیاد کوبانی بجنگه و اون جمهوری خودمختار خودگردان رو از بین ببره، ولی الان تحت فشارهای موجود پذیرفت که به کوبانی کمک کنه. الان اولا خیلی وقتی که ترکیه به این سادگی تن در نمیده، قرار شده 250 تا زیر نظر برادر مسعود بارزانی بفرستن کوبانی. امروز یا دیشب دولت ترکیه شرط گذاشته که اگر 250 تا پیشمرگه کرد بخواد بره کوبانی، ما هم باید 1300 نفر اعضای ارتش آزاد سوریه قبلا بفرستیم، بعد اونا بیان.
و مسئله کوبانی برای ما از نظر استراتژی مهمتره و درست هم میگه ترکیه. نه که درست میگه، تو زورگویی درست میگه. یعنی البته اینجا هیچ کدومشون درست نمیگن. یعنی بارزانی که میخواد نیرو بفرسته، اونم هدفش به اصطلاح اشغال کوبانی از درونه. چون بارزانی هدفش اینه که خودش ریاست کردهای ترکیه، سوریه و عراق رو داشته باشه با کمک در درجه اول آمریکا، اسرائیل و اردوغان. یعنی بارزانی اصلا هدف به اصطلاح هدف خیری نداره از اینکه میخواد بیاد. برای که بدونین شاید من بیش از 10 تا مقاله از روشنفکران کرد مخالفین که بعضا هم از ترسشون اسمشون نزدن، چون قبلا که اسمشون میذاشتن میرفتن ترورشون. چند بار یه استاد تو دانشگاه اربیل، یه دانشجو جلو دانشگاه اربیل و بقیه تو خیابون اصلا ترورشون کردن، چون انتقاد کرده بودن به بارزانی. الان بعضیاشون اسمشون رو نوشتن، بعضیاشون نه، ولی کلا رسما گفتن. اولا کوبانی گفته ما به پیشمرگه نیاز نداریم. اطلاعیه دادن، گفتن ما به اسلحه، مواد غذایی، دارویی نیاز داریم. ما خودمون هزارون نفر به اصطلاح نیروی تجربه دار و آموزش دیده و جنگجو که در گذشته جنگ‌های مختلفی رو در غرب کردستان از سر گذراندن داریم، ولی اینا به زور میخوان نیرو بفرستن اونجا. و این خودش یعنی خود انتقاد روشنفکران کرد همشون نظرشون اینه که یادآوری میکنن که ارتشی که میخواد بره ارتشی ضد کوبانی، ضد استقلال کردها، ضد پیکیک هستن اینا و درجات. ولی خب صالح مسلم که رئیس حزب به اصطلاح حزب اتحاد دموکراتیک هست، اینجا در درماندگی به سر میبره، ولی با وجود این یک دست و پاهایی میزنه. میدونین در آخرین مصاحبهش گفت که هنوز قرار نشده ارتش آزاد سوریه بره در کوبانی. 1. 2 گفت که اگر هر نیروی وارد کوبانی بشه باید زیر نظر نیروهای مردمی کار کنه. 2. ولی اینا بسیار این حرف یک موقعی اعتبار داره که پشت سر این نیرو خوابیده باشه. نیرو الان در حال حاضر جنگجویان داخلی هر روز دارن در حقیقت هر چقدر جنگ طولانی بشه فرسوده تر میشن. تازه اگر ارتش آزاد سوریه و ارتش بارزانی هم بره کمکی به اونا نخواهند کرد. اینه که به اصطلاح مصاحبه‌ای که صالح مسلم رئیس حزب اتحاد دموکراتیک کرده از موضع ضعفه. یعنی اینجور نشون میده که به اصطلاح میخواد ارتش آزاد سوریه بره ولی با یک شرط و شروطی، در صورتی که اصلا ارتش آزاد سوریه نباید اونجا باشه. از اون طرف برای فراهم کردن زمینه ورود ارتش آزاد سوریه که وابسته به آمریکا و ترکیه، حالا اون 2 بخش داره، حالا توضیح میدم، به سوریه برای که زمینه رو فراهم کنن، همین امروز صبح میخوندم سایتی که کلن اخبار کوبانی رو به طور 24 ساعت به نام خبر، میتونن دوستان برن اگه به عربی تسلط داشته باشن، xeber24.net xber خبر24.net. تقریبا آخرین خبری که در مورد ارتش آزاد سوریه خوندم گفت که همکنون رزمندگان ما در کنار واحدهای ارتش آزاد سوریه بر علیه داعش دارن مبارزه میکنن. حالا این نشون میده که به هر حال خود فرماندهان درونی کوبانی زمینه به اصطلاح جا انداختن ورود ارتش آزاد سوریه به کوبانی رو فراهم میکنن. شاید هم اونجا وجود نداشته باشن ولی اینا زمینش دارن فراهم میکنن، چون در روزهای گذشته نبود. اما در همون مقاله که من از قول
نیکولا رهبانی ترجمه کردم. دوستان میتونن تو سایت هفته و تو خود فیسبوک منم هست، اونجا یک ویدیو هست که اتحاد ارتش آزاد سوریه، جهادی های دیگه و نیروهای کرد نشون میده که اونجا ارتش آزاد سوریه هست، ولی این ارتش آزاد سوریه در جنگ های اخیر کوبانی نبودن و الان که شرایط حاد شده و آمریکا و ترکیه اختلافشون، حالا اختلاف ماهیت اختلاف آمریکا و به اصطلاح ترکیه اینه که همونجور که گفتم ترکیه ارتش آزاد سوریه خودش میخواد که بتونه در خدمت اشغال سوریه و فلان و فلان به کار بگیره. آمریکا ارتش آزاد سوریه میخواد که ازشون به نام معتدلین نام میبرن که قراره در عربستان دوره های آموزشی ببینن. این یکی در خدمت سیاست های عمومی خاورمیانه بزرگ آمریکا قرار میگیره، اون دیگری در خدمت سیاست های منطقه‌ای ترکیه در درجه اول. مسئله بین المللیش الان بحث نیست. حالا ولی اینو به آشکارا نمیگن، ولی از محتوای اینی که فرض کن ترکیه گفته من اجازه نمیدم 250 تا پیشمرگه کردستانی که آمریکا میخواد، آمریکا و اسرائیل موافقن اینا برن، اجازه نمیدم، در مقابل بعد 1300 تا ارتش. این نشون میده که اختلاف بین اینا علنی شده در حقیقت. حالا این من امروز بحثم کلن راجع به کوبانیه. همونجور که گفتم در اساس از موقعی که کردها وارد این به اصطلاح بازی شدن، به اصطلاح جلسه ملی سوریه، به اصطلاح جلسه ملی سوریه که گفتم قلیون رئیسش شد و بعد سیدا که کرد بود و الانم این هست، این کی اسمش، جول صبرا، اساساً ضعیف بودن. هفتاشون که شرکت کردن میبخشید وحدت نداشتن و اکثریت هم طرفدار بارزانی بودن. بعدن هم که کردها اون جلسه حق اینا رو به رسمیت نشناخت، اینا اومدن بیرون. بعد اصلا خود اونا هم جلسه یه چیز اومدن، یک عده جریانات اسلامی اخوان المسلمین در اونجا تحت عنوان این که ما مسلمانان کرد در جلسه ملی سوریه داریم و ما کردها رو برادران دینی خودمون میدونیم، اومدن یک چیزی از طرف خودشون درست کردن که نماینده کردها باشه و کردها اصلا دیگه دستشون به هیچی بند نبود، کردهای سوریه، چون از اون طرف سوریه رو از دست داده بودن، از این طرف با اینا برخورد کردن، لذا مجبور شدن برای اینکه به هر حال کاچی بعض هیچیه، اومدن تن در دادن به تحت عنوان برکان الفرات اون اتحادی که گذاشتن. حالا اوضاع از چه قراره؟ من فکر میکنم در حال حاضر جنگ واقعی، یعنی نه جنگ به اصطلاح جنگ سیاسی بین ترکیه هست و بارزانی از یک طرف، چون بارزانی در این حالی که وابسته به آمریکا و اسرائیل هست ولی دستش در تله اردوغان هست، چون اردوغان چند تا یک به اصطلاح نیروی پیشمرگه حدوداً 12,000 نفری که اصلا زیر نظر دولت ترکیه هستن تو کردستان عراق هست که اون رو گذاشته برای که مانع فعالیت PKK بشن و بارزانی البته یک خندق عظیمی هم حفر کرده بین دو کردستان که کردهای PKK نتونن برن و راحت بتونن از طرف پیشمرگه های به اصطلاح ترکیه به دام بیفتن. در این حالی که بارزانی وابسته به آمریکا و اسرائیل هست ولی در شرایط فعلی بیشتر وابستگی به ترکیه داره. توجه کردید؟ چون
هم شریک اقتصادی و سیاسیشه و هم در فعالیت‌های به اصطلاح که میخواد ریاست کردها باشه دولت ترکیه ازش حمایت میکنه. بارها و بارها بارزانی رو دعوت کرده تو شهرهای مختلف کرد و به عنوان رهبر ملی کردها ازش نام برده. و حالا این جبهه در حال حاضر در مقابل، البته پشت پرده، در مقابل آمریکا قرار داده که همونجوری که گفتم به اصطلاح میخواد سیاست‌های دیگه پیش ببره، ولی در این حال اینا باز هم با هم یک هماهنگی‌هایی دارن، چون آمریکا و ترکیه تو خیلی زمینه‌ها در منطقه، در عراق مثلا داعش، البته داعش به نظر من بیشتر در حال حاضر به توسط ترکیه اداره میشه، برای که اگر شنیدیم یک جلسه‌ای حدوداً تو ماه سپتامبر بود که در اروپا، فکر کنم فرانسه بود، برگزار شد برای تشکیل ائتلاف، همین ائتلافی که الان داره در عراق و سوریه می جنگه بر علیه داعش. اونجا هر کسی سخنرانی کرد، ولی سخنرانی نماینده ترکیه این بود که گفت ما در یک صورتی، یعنی اختلاف از اونجا شروع شد، الان میدونین شما بین ترکیه حاضر نیست بیاد در ائتلاف، از اونجا شروع شد. اونجا نماینده ترکیه آقای چاوش اغلو گفت ما در صورتی تو این ائتلاف میاییم که بمباران دمشق و دولت سوریه را هم در کنار داعش آغاز کنه. در حقیقت این یک به اصطلاح شرط کجدار و مریض بود، یعنی آمریکا نمیتونست تن در بده، چون آمریکا هدفش این نبود که به اصطلاح اهداف ترکیه هم به نتیجه برسه در همون آنه که، چون اگر اون کار میکرد ترک ها آمادگی بیشتری داشتن که به سوریه تسلط پیدا کنن، در حالی که آمریکایی ها خودشون میخوان طبق اون برنامه خاورمیانه بزرگشون که هدف پشت سر اون انتقال گاز منطقه و به هر حال کردستان و شمال شرق مدیترانه و همه اینا از طریق سوریه و به اروپا است. حالا این بحثش جداست. جمع بندی میکنم من، چون بحث کوبانیه، فکر میکنم بحثای عمیق‌تری هست راجع به این مسئله که به مسئله کوبانی نمیخوره. من فکر میکنم علی‌رغم که سوریه، علی‌رغم که ترکیه و آمریکا با هم اختلاف دارن بر سر کوبانی، ولی با هم کنار میان، چون نه آمریکا بدون ترکیه و نه ترکیه بدون آمریکا، و بارزانی هم که اراده ای نداره این وسط. اینا به هر حال جنگشون رو با کوبانی ادامه میدن و نمیذارن یعنی کوبانی بتونه مستقلاً به سیاست خودش ادامه بده و مجبورش میکنن به ورود ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تن در بده و بدون اینکه به وجهه سیاسی شهر کوبانی لطمه بخوره، به اصطلاح قلعه از درون فتح میشه. و علتش هم اینه که کلاً ببینین دوستان، در دنیایی که سوریه اینطور لتوپار میشه، عراق با اون همه قدرتی که داشت لتوپار میشه، ایران با اون همه به اصطلاح تواناییش زیر فشاره و جبهه جهانی پشت سر این دو مسئله خوابیدن، آمریکا و ترکیه اجازه نمیدن کوبانی جمهوری های به اصطلاح خودگردانی تشکیل بدن که بتونه تأثیر بر کل جنبش کرد و بر کل جنبش منطقه داشته باشه. این ارزیابی منه و من امیدوارم که، البته ممکن نیست به نظر من آمریکا و ترکیه موفق میشن این کار میکنن و صالح مسلم تن در میده به ورود ارتش آزاد سوریه، حالا با دو بخش آمریکاییش و ترکیش، تن در میده به اومدنشون در کوبانی. و اینه که بعضیان نظر دارن، از جمله احمد پوری یک تحلیلی داده بود، تحلیل خیلی جالب، اطلاعات بسیار جالبی بود، دستش درد نکنه، واقعا خیلی کار کرده بود رو اون
مقاله در مورد اصطلاح کوبانی نوشته، ولی این که اونجا یادآوری کرده که شکست کوبانی شکست کل جنبش در کردها و خاورمیانه هست، من با این امر موافق نیستم. چون در خاورمیانه من فکر میکنم یک خیزش همگانی، یک بیداری به وجود اومده که این جنبش دامنش در کل کشورهای خاورمیانه هست، در بحرین هست، در یمن هست، در لبنان هست، در عراق و سوریه و فلسطین هست و جنبش ها افت و خیز دارن، ولی نمیتونه شکست یک جنبش به اصطلاح همه رو ناامید کنه و منطقه رو به اصطلاح در رخوت فرو ببره برای یک مدت طولانی. به نظر من، خود من تحلیلم اینه که آمریکا در یک به اصطلاح مسیری پا گذاشته که آیندهش معلوم نیست، علی‌رغم همه به اصطلاح ترفندهایی که میزنه، ولی در این بازی سیاسی خودش موفق نخواهد شد، چون بیداری ملت‌های منطقه این اجازه رو به آمریکا نخواهند داد. من سعی میکنم تو برنامه بعدی بیشتر این مسئله توضیح بدم. خیلی ممنون که گوش کردین، امیدوارم خسته نشده باشین.